یه بارم ساندویچ مرغ تو اینجوری درست کن، مطمئنم که پشیمون نمیشی. خب اول پیازمون رو به صورت خلالی خورد میکنیم. خب حالا نوبت اینه که مرغامون رو مثل فیلم بدون استخون کنیم. حالا مرغامون رو اضافه میکنیم، پیازمون رو اضافه میکنیم و خوب فشارش میدیم تا آب پیاز در بیاد. حالا روغنمون رو اضافه میکنیم و مرغمون رو ماساژ میدیم. حالا نوبت اضافه کردن بقیه مواد مرینیته، به ترتیب ماست، سس مایونز، آب لیمو، فلفل سیاه و حالا موادمون رو خوب با هم مخلوط میکنیم و حداقل 2 ساعت توی یخچال میذاریم. حالا به مایتابه گریلمون روغن اضافه میکنیم و وای میسیم خوب داغ بشه. حالا نوبت اینه که مرغامون رو دونه به دونه توی مایتابه گریل بچینیم. تا مرغ‌هامون سرخ میشن نوبت خورد کردن مواد داخل ساندویچه. حدوداً بعد از 5 الی 6 دقیقه مرغ‌هامون رو برمیگردیم تا اون طرفش هم بپزه و کاملاً مغز پخت بشه. حالا نونمون رو برش میدیم و به ترتیب مواد رو داخلش اضافه میکنیم. امیدوارم درست کنید و دوست داشته باشید.